آقای انگوتی و ما قبل از سفر تقریبا 3 هفته پیش 2-3 هفته پیش عمل کردیم. 2 هفته پیش عمل کردیم. با خواهرشون اومده بودن پلوما. خدا رو شکر به حرف ما گوش کردن. یه عمل وسیع واسهشون انجام دادیم. گردن رو همونجوری که میبینید 2 طرف رو تمیز کردیم. یه توده داشتن در سقف دهان که مدت‌ها بود داشتن و درگیر بودن، هی آنتیبیوتیک میخوردن و یه بار شکاف داده بودن، خالی کرده بودن، ولی در هر صورت مریضی محسوب میشه که دست نخورده است. الان 2 هفته گذشته، به جای اینکه اون سوراخ بزرگی که سقف دهان ما درست کردیم پروتز بذارن، ما از دستشون پیوند کردیم. الان پیوند رو میبینین، صحبت کردنش رو میبینین، غذاش هم الان داره شروع میکنه و برمیگرده به زندگی نرمال. دهنتو باز کن پسر خوب. اینهاش ببینین تقریبا 2/3 سقف دهان رو برداشتیم. این پوست دسته که داری میبینین، این ور حالت نرماله. آقای انگوتی اسم فامیلتو به ما بگو. ابراهیم انگوتی. ببین اصلا انگار نه انگار که اصلا عمل کردن. قشنگ بیان خوب دارن. از ترسشون هم تا الان غذا نخوردم، یعنی ما گفته بودیم خیالمون راحت باشه. غذاش هم برمیگرده میخوره. ما هم تا اونجا که میتونستیم همه رو تمیز کردیم. ما به این مریضا میگیم که دستکاری نشن 95% خوب میشن. این حرف ممکن ناراحتش کنه ولی 100% کار خداست. 95% جزء انشالله جزء اونا باشن که خوب میشن و ما منتظر جا پاتولوژی بیاد و الان ایشون مریض نرمال محسوب میشه و برمیگرده به زندگی. چطور بود عمل؟ خیلی عالی بود. دستون درد نکنه. عالی. همه چی خیلی خوب بود. مرسی، متشکرم.